به نام خداوند رنگین کمان، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. درود من به تک تک شما هموطنان عزیزم در سراسر جهان، شما زنان و مردان دلیر، شجاع و با شرف ایران زمین. درود بر شما. در برنامه دیگری هستیم در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران. در رابطه با هنر بخوام صحبت کنیم، خواننده های مردمی نقش بسیار مهمی در موسیقی ما در 2 سده گذشته داشتن. شاید در 1 سده، ولی از 2 سده یعنی 200 سال قبل اصولاً با نقال خوانی و تعزیه خوانی سعی بر اون شد که خوانندگان مردمی در میان مردم جا باز کنند و این چون از ته دل برمیخواسته و بر دل می نشسته، در نتیجه خواننده های مردمی نقش بسیار مهمی رو کم کم در موسیقی ایران پیدا کردند و توانستن اون رو به مردم به تماشا بگذارند. مردمی که تشنه صداقت، تشنه یکرنگی، تشنه با هم بودن، تشنه صفا بودند و هستند، با این ترانه ها خودشون رو سیراب کردن و سیراب میکنند. انتقاد من از بسیاری از خوانندگان، به خصوص اونهایی که جزء خواننده های طراز اول هستند، همیشه برای این بوده که سعی کنید ترانه های مردمی، اشعار مردمی انتخاب بکنید، وگرنه اشعاری که معادله 2 مجهولیه که نه این ورش معلومه نه اون ورش معلومه، نه این ور معنایی میده نه اون طرف معنا میده، با این ترانه ها دیدید که آمدن سوپر استارهای ما هیچ کاری نتونستن بکنن. یعنی شما که امروز به کنسرت سوپر استارها میرید، میبینید 80% ترانه های ایران رو دارن زمزمه میکنن و میخونن و اینجا نتونستن موفق بشن. چرا که سعی کردن ترانه هایی رو انتخاب کنن که همون معادله 2 مجهولی بوده. خود بنده چند میوزیک ویدیو درست کردم که با وجود این که به عنوان کارگردان چندین بار این میوزیک ویدیوها رو من این ترانه ها رو باید گوش میکردم و در ذهنم سعی میکردم که تصویر سازی کنم، با وجود این که چند بار گوش کردم نتونستم حفظ کنم. در نتیجه شکست بزرگی بود برای سوپر استارها و این خوانندگان مردمی هستند که با اشعار بسیار ساده میان به صورت ترانه در قلوب ملت جا پیدا میکنن. متاسفانه بسیاری از نامداران خوانندگان مردمی ما یا کوچه و بازار از میان ما رفتن، مثل آقاسی، سوسن، علی نظری، جبلی، خدمت شما عرض کنم بسیاری، و متاسفانه دیگر در بین ما نیستند، اما هستند کسانی که امروز باید از اونها حمایت کرد، باید اونها رو تشویق کرد، باید اونها رو دعوت کرد تا این ترانه های مردمی همچنان ریشه و محکم در جامعه ما حاضر باشه. قطعاً وقتی که صحبت از خواننده های ترانه های مردمی میکنیم یا کوچه و بازار، میتونیم نام خواننده ای رو به یاد بیاریم و به کار ببریم که او هم در طول این چند سال گذشته به خواسته خود نعمت الله آقاسی جانشینی شد برای آقاسی به اسم احد آقاسی. یا خدا، داشت چه خونی ریخته میشد به خاطر این آقای احد آقاسی که جلوشون رو گرفت و نشد مسئله قیصر و داش فرمون اینا پیش بیاد. وای وای. درود بر شما آقای احد آقاسی. عرض سلام دارم خدمت بینندگان نازنینتون آقای رفیعی. چقدر خوشحالم باز در خدمت در جوار شما هستم. ما رو افتخار دادی که به منزل دوستان عزیز بیان. خواهشان، خیلی خوشحالم که اینجا تشریف آوردید. من باید خدمتتون عرض بکنم که درسته که احد عزیز ما باید خود بیاد اینوری. آها اینطوری. خدمت شما عرض کنم احد عزیز من
نه تنها یه خواننده مردمیه، بلکه جزء 5 تا رفیق زندگی منه. یعنی آدم تو گذر زمان رفقاشو پیدا میکنه و احد واقعا رفیقه، یعنی رفیق من. و شما نمیدونید هلاک این تلویزیونه، یعنی کافی فقط بگیم احد جون برای این تلویزیون یه همچین چیزی لازمه، هر طوری شده، به هر صورت شده میره تهیه میکنه و امتحانشو پس داده. در نتیجه من برای احد آقاسی احترام بسیار بسیار خاصی قائلم، به خصوص این که همسر نازنینش هم از دوستان بسیار قدیمی من هست. لطف دارین آقای نادری رفیعی، خواهش میکنم. شما باعث افتخار مایی و برای دوستی با شما من اصلا لذت میبرم و افتخار میکنم. قربونت برم. خب میخوایم بریم سراغ برو بچه پرو. آقا این داستان داره آقای رفیعی. من برنامه که میرم کنیم، برنامه کنسرتی، همین آهنگ بچه پرو رو میخوام. میگم مگه اینجا بچه پرو هست؟ بعد شوهر زنشون خانومشون نشون میده، بعد خانومه شوهرشون نشون میده، این بغل در تا اونجا که میرسی میگه برو بچه پرو، همه میگن برو بچه پرو. خیلی عجب، خیلی جالب. اینم افتاد تو دهن مردم. این داستانش هم اینه که آقای رفیعی، این بارها گفتم، این آقایون سمبالا میرن ایران، میرن یک همسر کوچولو میگیرن سن پایین که چقدر بده. آره. بعد دیدی که طرف میاد، بعد دوست پسر قبلی دختره میاد میگه یه برو خجالت بکش این داستان اینه. عجب داستانیه. بعد یار کشی میکنن. یارا هم که دیدی بله دیدم چه خونی داشتن. اگه جلوشو نمیگرفتم دیگه داشت بازم معرفت ما اونجا بوده دیگه. وای وای. ببینم هنوز تو تهران این آقایونی که اون صحنه رو اگه امکان داره نشون بدیم، اون صحنه آخر رو، هنوز با کلاه شابگاه و اینا هنوز راه میرن تو. بله چون بیشترم با من همشون رفیقم. اینا یه گروهی هستن. بعد اینا دعوت منم حالا در صدد اینم که یه آهنگ برای اینا بخونم، بابا کرمیه به نام لوتیای محلمون. نگاه کن اینا سیلای درسته دیگه، نه؟ درسته واقعیه. اینا 5-6 نفر تازه آقای رفیعی 30-40 نفرن. عجب. بعد من داستان دارم درست برای اینا میکنم که بخونم بابا کرم رقصشونه، عجب، علی مدد حرفشونه. خیلی با جالبه. یعنی این لباس عامیانه شونه. آره. بچه‌های با معرفتی هم هستن. خب آره حتما وقتی این لباسو میپوشن باید مرام مردونگی و داشمشتی رو داشته باشن دیگه. خب آدمای درستی. خب احد آقاسی به عنوان یک خواننده مردمی در دل مردم جا پیدا کرد. خیلی هم دوستش دارم. اول به خاطر اینکه یک نشانه هایی از نعمت الله آقاسی رو با خودش به همراه داره و دوم این که نشون داده که واقعا خودش هم مردمیه و مردم رو دوست داره. این تو این چند ساله چی خودتو دیدی؟ چه جوری خودتو دیدی؟ والا من عاشق آدمای انسانای خوبم، علل خصوص اینایی که قدیمی یا سمبولان. آقای رفیعی نمیدونه من به اینا چه حالی میدم، یعنی اینو جدا میگم، ما از ته دل اینا رو چجوری بهت میگم، یک حالی میدم که همشون لذت میبرن و از خوندن منم لذت میبرم. منم از لذت از رفتارهای اونا میبرم. یه خواننده باید مردمی باشه، مردمی نباشه اوکی نیست. چند سال الان داری میخونی؟ من از روزی که آقاسی پا به تهران گذاشت تو کافه سوسن خوند، از اون تا حالا میخوندم، یعنی پا به پای آقاسی میمدم. خب چی شد که با آقاسی آشنا شد؟ آقاسی تو لاله‌زار روبروی تئاتر پارس، ما این فامیلمون فروشگاه داشت، لباس فروشی. ما 3 ماه تعطیلی‌ها میرفتیم اونجا، سال 47 48 اون موقع. بعد این آقاسی هم تازه اومده بود، رو هنوز اون شدت پیدا نکرده بود، ولی صداشو پخش میکردن. همین که صدا پخش می‌کرد تو لاله‌زار، آقاسی که میومد اینو رو سر دست میبردن، یعنی دیگه داشت اومده بود بالا. این صدای میشست تو گوش ما چون پخش میکرد. بعد آقاسی خدا بیامرزم میومد تو لاله‌زار که میرفت اونجا، کتشو میذاشت مغازه ما، بغل مغازمون 2 تا مغازه بالاتر مسجد بود. میرفت اونجا نمازشو میخوند، بعد میومد کتو برمی‌داشت میرفت
طرز آشنایی ما با آقاسی اینجوری بود. این صورت. آره بعد دیدم منم آهنگ اینو زمزمه کردم، همه گفتن ای بابا صدا اینونه چرا نمیخونی؟ خوندیم تو محل شناخته شدیم ولی هنوز جایی نرفته بودیم. عرضم به حضورت همون میرفتیم میخوندیم، یارو همون پول نمیگیره. سلمونی میرفت آقاسی پول نمیخواد. الانش همینجوری تا میرم اینا میشناسن خیلی حال میدن. بعد کم کم این گرفت به قول معروف این کار گرفت. بعدش یه روزم من اون موقع دیگه از اونجا در اومدم رفتم هتل هیلتون، اونجا مشغول کار بودم. بعد جشن کارگران بود هر سال در هتل سال، هر سال جشن کارگران بود. بعد آقاسی دید که اینجاش گفتم دیگه اومدم اینجا. بعد اونجا بعد رفتیم بالای استیج، اون میخون دستمالا رو گره زده بودیم، یه دستش دستمالا دست اون بود، یه سرش هم دست ما میچرخوندیم و اونجا دیگه. بعد از اون دیگه روش شد. بعد سال بعد خودم خوندم در همونجا آقای سیامک پویان، سلام دارم خدمتش که الانم اینجاست. اتفاقا اون روز میگفت یادمه. آره برای من آقای سیامک پویان اون موقع سنتور میزد. خب سنتور میزد و علیپور هم خدا بیامرز تار میزد و یه ویولون و ضربم داشت. تو هیلتون ما خوندیم. اولین استیجی که رفتم هیلتون بود به طور حرفه‌ای. به طور حرفه‌ای خوندی. خب بعد این دوستی با آقای آقاسی چجوری ادامه پیدا کرد؟ خب از همونجایی که ما شناخته شدیم تو لاله‌زار اینا دیگه، بعد قبل از انقلاب دیگه ما اومدیم رفتیم و یه خورده افت کرد کارا دیگه. بعد از انقلاب گذاشتیم کنار تا اومدم من آلمان شروع کردم. همین که شروع کردم دست این هنرمندا درد نکنه واقعا، چون ببین رقیب نبودم براشون، نبودم. آره بعد حمایت میکنم، بعد کار خود میدیدم خوبه، چقدر کارت خوبه، اینا کار گرفت و بعد در آلمان کنسرت میذاشتی؟ در آلمان هم شروع کردم کنسرت گذاری میکردم. آره بعد ارزم به زور تمام میومدن خونه من همشونو. چون کدوم شهر بودید شما؟ شهر کاسل. وسط آلمان، هر جا نگاه کنی وسط آلمان کاسل. مثلا نزدیکترین شهرتون فرانکفورت. میگم وسط آلمان دیگه، فرانکفورت، هانوفر، کلن، برلین. بعد در زمان آره اومدیم و بعد میام اینی که مثلا هنرمندا کمکم میگم، مثلا همین آقای شهرام شب‌پره نازنین که ارادت دارم بهش، من میخوندم اومد آهنگو جلوی من رقصید. خیلیه شهرام شب‌پره بیاد به آدم حال بده. بله. خب یا خواننده‌های دیگه میگم رقیب نمیدونستن، چون یه کار جالب مردمی بود اینم حال میکردم. خب این خب بریم یه میوزیک ویدیو از احد عزیز نگاه بکنیم، برمیگردیم و بعد ببینیم که آقای زنده یاد نعمت‌الله آقاسی چطور و به چه صورتی گفت بعد از من احد آقاسی که باید جای من باشه.
ترانه‌های کوچه و بازار ماست. میخوام یادی کنم از آقای عباس قادری، یکی از پیشکسوتان خوانندگان ترانه‌های کوچه و بازار، آقای ایرج مهدیان. آرزو میکنم که سلامت باشن، سالم باشن و ما شاهد هنرنماییشون باشیم. اگرچه چندی پیش با آقای عباس قادری استاد عزیز گفتگویی داشتم که خیلی هم مورد توجه بینندگان عزیز ما قرار گرفت. خب احد آقاسی میاد و راه آقاسی رو پیش میگیره و موفق میشه در اروپا و بعد تصمیم میگیره بیاد آمریکا. درسته؟ درست. من جناب آقای رفیعی برای آقاسی این فیلمامو فرستادم، گفتم نعمت پاشو بیا. موقع آلمان بودم، کاری کردم که فقط مردم بلیط بخرن تو رو نگاه کنن. گفت جان کاکا. گفتم آره. دعوتنامه فرستادم، اومد بردن خونه ما. 6 ماه پیش ما هم بود. 6 ماه تو خونه ما آلمان بود. آلمان. خب بعدش با هم میرفتیم اینجا اونجا میخوندیم و اینا تا اومد آمریکا که منم باش میخواستم بیام، منتها به من اون موقع ویزا ندادن. خب ایشون با آقای ایرج ایلقانی اومد و اینجا نشد. مدت هم در آمریکا بود جان؟ مدت ها چند ماهی، ولی قسم داد منو، گفت جوان حد در آمریکا. این آمریکایی‌ها پدر منو در آوردن. شاید هم خیلی پولشو خوردن. همون میگفت پول منو خوردن، حالا اسم نمیبریم کی هر کی بود. میگفت نرو آمریکا اینجوریه اینا. گفتیم اوکی. ولی دیگه اومدیم آمریکا، موندیم آمریکا. این ترانه های مردمی خیلی در دل مردم جا داره. ترانه های آمریکایی مردمی هم همینطوره. ترانه‌ای که درش مردمی باشه، اشعار مردمی توش باشه. همین الان ترانه‌ای که شما خوندی که تعلق داشت به نعمت الله آقاسی، می‌دونید مثلا رب کارون یا ترانه‌های دیگه، اینا یه جورایی در اذهان مردم حتی نسل جوانم میمونه. خیلی جالبه. این بستگی داره به اون شعر و آهنگ که به دل میشینی. مثلا ممکنه یه خواننده 10 تا بخونه، یکیش
هیت باشه باید این بگیره مردم اینه و خوبم بتونی اجرا کنی. یکی از کارهای خوب آقاسی بر این بود که یک انقلابی کرد توی موزیک. یعنی سابق کسی این کار نمیگه، بعد ما مثلا میخوایم این اومد با حرکت دستش و نمیدونم موش و دستمال و سینه و تکون دادن گوش و اینا تو دل مردم نشست و خودش صداش هم خوب. الان شما بیشتر در کجا هستین؟ در همه جا هستی؟ ما میریم همه جا میریم. کجا هستی بیشتر؟ ما استیت‌های دیگه هم میریم؟ استیت‌های دیگه هم میریم. از سن دیگو الان 2 هفته است اونجاییم. کی برنامه تا سر سن دیگو؟ شنبه که میاد. همین شنبه یعنی 29 شنبه 29 سپتامبر 29 سپتامبر احد آقاسی در سن دیگو خواهد بود. شنبه 29 اکتبر ببخشید 29 سپتامبر در سن دیگو. کجا؟ تو رستوران زعفران هستین. خب احد آقاسی رو شما این هفته میتونید در تاریخ شنبه 29 سپتامبر در رستوران زعفران در سن دیگو ببینید. بعد هفته بعدش هم تو جشن مهرگانه. چندم میشه؟ میشه 8 اکتبر. در کجا هستین؟ در توپنگا پارک هست که در توپنگا پارک. اونجا جشن مهرگان بود. جشن مهرگان رایگان هم هست. بله. پس در تاریخ 8 اکتبر احد آقاسی رو در جشن مهرگان که در پارک توپنگا هستش، تقاطع توپنگا و بربنک فکر میکنم، در اونجا شما میتونید برید و این کنسرت به صورت رایگان داره برگزار میشه. جشن مهرگان حتما غرفه‌ای هم اونجا هستش که برای بیزینسمن‌ها و بیزینس‌وومن‌های ایرانی در اونجا در نظر گرفته شده. خب این از این. ترانه‌های مردمی با وجود این که خوندنش خیلی راحته ولی خواننده‌های مردمی کم داریم ما. چرا؟ والا این تکنیک عوض شده آقای رفیع. یه سری به ما میگفتن خواننده‌های کوچه بازار، یه سری میاد خواننده‌های پاپ. دیگه الان چون تکنیک عوض شده همه رجوع میکنن به خواننده‌های پاپ، ولی میبینن نه اون شعر و اون آهنگایی که به دل میشینه مال کوچه بازاره که الان بعضی هم برمی‌دارن پاک سازی میکننش. شما اشعاری رو در رابطه با جامعه امروزی که خیلی‌ها دو رنگ هستن و دو دوزه هستن و جلوی جورن پشت جورن، راجب این افراد شعری سروده شده، ترانه مردمی به وجود اومده هستن، ساخته شده؟ ساخته نشده ولی خب هر روز زدی زیاده. این کارم من زیاد خوشم نمیاد. آقای هنرمند یک صاف و یک دل باش، درست؟ بعد من با همه رو راستم آقای رفیع. بله. هر هنرمندی به جان بچه‌ام احتیاج به کمک داشته میکنم، ولی هنرمندا رو میبینم مثلا میگن شما رو میخوام با فلان. آقا اونو نذار، اون برای چی؟ خودم پر میکنم بدبختو زیرابشو میزنن که چی آقا؟ یعنی برای هم دیگه میزنن تو این شوخ. حتی من یه برنامه بود گفتم نعمت پیشم، گفتم نعمت چرا فلانی نیومد؟ چون اسم نمیخوام ببرم مثلا نیست. آره آها جان نمیدونی تو این شغل چقدر حسادت هست. من باور نمیکردم، بعد دیدم آره بابا. نعمت الله آقاسی هم از این بابت خیلی ناراحت. آره میگفت چقدر حسادته. بابا خواننده که جدید میاد کمکش کنیم، از نون شما بریده نمیشه که قربونتون برم. خب نه تو این هنر شغلای شما هم همینه. بله بعد جوانگرایی کرد، بعد به جوانها دور داد، جوانها رو حمایت کرد. دقیقاً متاسفانه در آشفت بازار ما چنین مسائلی هست که نباید باشه. حسادت خیلی بده. بدونی حسادت بزرگترین نفرین خدا به بندشه. خدا نکنه که خدا کسی رو در وجودش حسادت جا بده. از بدترین نوع سرطان بدتره. کسی که حسوده تمام ارگانهای بدنش به خاطر اون حسادتی که داره کم کم از کار میفته. دیدی آدم هایی که
سنشون یه خود میره بالاتر 1000 تا مرض پیدا میکنن و چهره صورتشون عوض میشه. اون ملاحت، اون بزرگی در صورت نیست. اینها آدمایی هستند که حسودن، انتقام جوان، بی‌معرفتن و این کم کم میاد تو صورت. اینو یه علم متافیزیک تقریبا این رو ثابت کرده که ارگانهای بدن در سرشت و فکر و روح افکار انسانها اثر میذاره. این خیلی مهمه. خب بریم یه ترانه دیگری رو از احد آقاسی نگاه بکنیم، برمیگردیم. یک سوال خیلی مهمی دارم، خیلی مهم. امشب که تولد منه همه باید بدونی، می بزنید شادی کنین همگی با هم بخونی، دستو بشکن بزنید ساز و تنبک بزنید، رقص و شادی بکنین به هم دیگه لبخند بزنید، به هم دیگه لبخند بزنید. تولدمه شمع رو روشن کنید، عاشقتونم بیایین بوسم کنید. تولدمه شمع رو روشن کنید، عاشقتونم بیایین بوسم کنید. خوشگلای بانمک چرا اونجا نشستید، دست همو بگیرین و بیایین وسط برقصین. قشنگترین دقایق قدر همو بدونید، تولد این عاشق کنار من بمونید. تولدمه شمع رو روشن کنید، عاشقتونم بیایین بوسم کنید. تولدمه شمع رو روشن کنید، عاشقتونم بیایین بوسم کنید. یه سال گذشت از عمرم هیچ گله‌ای ندارم، بازم تولدم شد وای که چه حالی دارم. همه مهمونا پشت درن کادو به دست منتظرن، هدیه ها رو بیارین کنار کیک بذارین، هدیه ها رو بیارین کنار کیک بذارین. تولدمه شمع رو روشن کنید، عاشقتونم بیایین بوسم کنید. تولدمه شمع رو روشن کنید، عاشقتونم بیایین بوسم کنید. از عمرم هیچ گله‌ای ندارم، بازم تولدم شد وای که چه حالی دارم. همه مهمونا پشت درن کادو به دست منتظرن، هدیه ها رو بیارین کنار کیک بذارین، هدیه ها رو بیارین کنار کیک بذارین. تولدمه شمع رو روشن کنید، عاشقتونم بیایین بوسم کنید. خب بله، این میوزیک ویدیو رو بینندگان عزیز، احد عزیز چند وقت پیش آمد گفت آقا من یه ترانه خوندم و میخوام میوزیک ویدیوش خیلی قوی باشه و میخوام که شما این میوزیک ویدیو رو درست کنید. من ترانه رو که گوش کردم دیدم واقعا یه خیلی یونیک، متفاوت، قشنگه و گفتم باش
به اتفاق کوجی عزیز این رو فیلم برداری کرد و من کارگردانی و این میوزیک ویدیو رو ما درست کردیم و عجب و گرفت. یعنی هر کی اینو نگاه کرد به آقای احد گفت آقا این خیلی قویه، چقدر خیلی هم متفاوته. آقای قاسی هم میگفتن که اینو نادر درست کرد. آقا بله قشنگی این کار از استاد عزیز. خواهش میکنم. بله این شما بودین که به این ویدیو حال دادید. ولی ویدیو قشنگ بود، خیلی الان اینم یکی از اوناییست که تو مهمونی‌ها زیاد میخوان. خب در پایان میخوام یه کلیپی رو با هم نگاه کنیم که این گواه واقعیتی است از اینی که آقاسی رسما جلوی دوربین اعلام میکنه که احد جانشین منه و بعد از منه که احد میتونه کار منو دنبال کنه چون قبولش دارم. با هم نگاه میکنیم. این احد هر وقت من میسم برای شما میخونه به افتخار این دوست عزیز من که همیشه یاد منه، به افتخارش دست بزنید. خیلی هم قشنگ، واقعا خیلی پارت مهمی. البته یه کلیپ دیگه هم هست، نمیدونم میتونید پیداش کنید یا نه، که اونم گواهی چنین واقعیتیه که احد عزیز توسط نعمت الله آقاسی مورد تایید قرار میگیره. بله خود خدا بیامرزم میگفت آخه مگه میشه هم شکلت شکل منه هم صدا. اون تا اون موقع من میلنگیدم، میگفت فقط تو با پای راست میلنگی من با پای چپ. عجب راست میگه. ولی جالبه وقتی که میخوای بشی نعمت الله آقاسی واقعا شروع میکنه همون شلیدن و همون. آقای رفیع شروع نمیکنم، اینو جدا میگم به جان تو که خیلی عزیزی برای من. این ببین میکروفون که میاد دستم میشه آقاسی روحش تومه. اینم من نمیدونستم، یه خانومه گفت ببین، گفتم این راست میگه. اصلا ببین ناگاش همه چی احساسات چهره اصلا میشه آقاسی. دقیقاً اینو دیدم، من اینو حس کردم. اینی که من گفتم میگفت روح آقاسی اومد، دیدم راست میگه. عجب. خب به هر حال اینم جای بسیار نه تعجب نداره، ولی جای واقعا قدردانی از شما که در طول این چند سال واقعا آمدی با اون معرفت و با اون صداقتی که داری آمدی و این کار رو ادامه دادی و اسم آقاسی رو زنده نگه داشتی. اینا کارهای قشنگی که هر کسی در مسیر زندگیش انجام میده. این عشقه. ببین خواننده‌ای مثل آقاسی باید زنده بمونن، زنده هستن، باید بمونن. چون ببین خیلی آقاسی خیلی معروف شد. نمیدونم شما یادت میاد سنتون پایین بوده؟ نه آقاسی که یک روز حرف اول رو زد وقتی که اومد. حتی میدونم که خواننده‌های مردمی در رادیو و تلویزیون جا نداشتن، ولی با آمدن سوسن و آقاسی این دیوار رو برداشتن و کمیسیون رادیو و تلویزیون اجازه داد که اینا بیان برنامه اجرا بکنند و اینا کاملا مطلع هستن و همین هم شد. آقاسی من چون از نزدیک بودم میدونم تبریز رفت 2 کیلو طلا آورد. مردم بهش داده بود. مردم پرت میکردن رو سرش. وقتی تو لالزار میخوند یارو نقل پیچید تو این دستمالا نه چیز میگفتن چی این پیچید میگفت نقلای آقاسی. هر کی میرفت تو تئاتر پارس یه دونه آنها میخرید میپاچیدن رو آقاسی. عجب. بعد و میگم هیلتون هم اومد که منو دید اونجا، یه مهمونی بود که همه درباریان اونجا بود. بعد آقاسی اومد، جمال وفایی هم بود. جمال وفایی بغل دست من واسه بودیم، دم در داشت آقاسی رو حال میکرد. میگم آقاسی بدید پولمول خبری نیست. به جان نادر رفیع این حقیقت من چون دیدم میگم یه بگو ماشاءالله همه وضع اوکی، آبا بخار مخار یختی. اینی که گفت تمام این
گلایی که روز اونجا 100 تومانی میدادم به احترام میوردم میدادم با آقاسی. ببین این جیب منم بغل دستش بودم، این جیبم پر، اینجا پر، بعد آخر در آوردیم همه رو بهش دادیم. روح شاد. واقعا مردمی بود، دوست داشتن. منم سعی میکنم مردمی باشم. بله. به هر حال اگر واقعا دوست دارید که ترانه های مردمی در مهمونی های شما نواخته بشه و اون رنگ و اون چیزی که داره رو به اصطلاح با خودتون داشته باشید و برقصید و شاد باشید، حتما میتونید از احد عزیز به اتفاق ارکستر مخصوصی که داره استفاده بکنید. شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون خواهش کنم بذارید ممنون میشم. شماره تلفنی است که احد عزیز ما دفتر هنری احد آقاسی هستش، 949 870 64 61. این شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید و در رابطه با برنامه‌های آقای آقاسی اگر سوالی دارید میتونید دعوتشون بکنید، مستقیما با ایجنت ایشون صحبت بکنید و قطعا میتونن شما رو براتون یک شب خوب و خوشی رو بسازن، خاطرات قدیم زنده کنید. درسته؟ 100%. به هر حال ممنونم از احد عزیز برای حضورش در اینجا، ممنون از رفاقت و دوستی که با تلویزیون امید ایران دادی در بخش خانوادگی و ممنون از اینکه مردم رو شاد و ارشاد میکنه. این خودش خیلی مهمه، شاد کردن مردم. بله. میگم آقای رفیعی به خدا ساعت 3 نصف شب یه از مشهد زنگ میزنن، آقا سیما اینجاییم الان نشستیم دور هم یه آواز، منم میزنم زیر غزل، خانمم میگه چی؟ میگم آقا اینا دارن الان حال میکنن. بازم تشکر ازت، ایشالله همش شادی باشه، بیاین قربونت برم، به امید دیدار در اون بری و آرزوی سلامتی برای خودت، خانواده‌ات، شیرین عزیز. مرسی. انجام به شیرین خانم عزیز سلام دارم. بله. به امید دیدار انشالله که پاینده و برقرار باشه. مرسی آقای رفیعی. ممنون از همکارانم در اتاق فرمان به فرماندهی دوست عزیزم آقای مهندس ابویی و با تشکر از شما که به برنامه ما نگاهی داشتید. ما هم تشکر از اتاق فرمان رضا. با امید روزهای بهتر و آینده. مرسی آقا رضایی والله.